درود دوستان، وقت بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. احتمالاً اسم تلگرام اپ سنتر رو شنیدین. یه برنامه رسمی خود پلتفرم تلگرام هست که از طریق این برنامه رسمی هر ایردراپ جدید یا رباتی وارد میشه معرفی میشه و توی دسته‌بندی های ترند یا در حال رشد میتونین ایردراپ ها رو بررسی بکنین و به تازگی چند ساعتی هست که از یه ایردراپ جدید رونمایی کرده. قراره با انجام یه تسک بسیار ساده به صورت روزانه و مستمر به کاربرای خودش تون هدیه بده. تنها کاری که لازمه اینه که شما وارد ربات بشین. موقعی که وارد میشین چند تا نکس باید بزنین. موقعی که وارد میشین توی این کادر بنفش مأموریتی رو که هر روز باید انجام بدین رو به شما نشون میده. کافیه روش یک بار لمس کنین. وارد همچین محیطی میشین. از این قسمت میتونین ولت خودتون رو متصل کنین. قراره به زودی یه دونه اسپین یا فرشین ویل بذاره که بچرخونین. حالا یه جایزه‌ای احتمالاً داخلشه. این قسمتی که میبینین نوشته Your Apps for Today برنامه‌ای هستش که شما باید اون رو باز کنید، روی اوپن بزنید. حتی بعضی وقت قبل اینکه باز بشه هم تیک میخوره، ولی حالا برای احتیاط میتونید یک بار برنامه رو باز کنید. یه چند ثانیه که بگذره این رو ببندین و تیک میخوره نوشته که فردا برای انجام یک تسک جدید میتونید به ربات مراجعه کنید. در این قسمت پایین 4 لیگ مختلف وجود داره: لیگ برونز، لیگ سیلور یا نقره، گلدن یا طلایی و پلاتینیوم که بهترین ایردراپ رو همونجوری که در پایینش مشاهده بکنید نوشته توی پلاتینیوم نوشته اکسترا ریواردز. بیشترین ریوارد یا جایزه رو افرادی دارن که 30 روز پشت سر هم به ربات مراجعه بکنن و رباتی که معرفی شده رو فقط یک بار باز و بسته بکنن. نیاز به انجام هیچ کاری نیست. چون تازه معرفی شده بسیار هم کاربرای کمی داره. نوعی 69910 نفر فقط توی ایردراپ تا حالا شرکت کردن که هم چون روز اوله توی لیگ برونز هستن. 7 روز پای سر هم سر میزنین وارد لیگ سیلور یا نقره میشین. بعد 14 روز وارد لیگ گلدن و بعد 30 روز وارد لیگ پلاتینیوم میشین. کلا 36 روز از این روز مهلته برای شرکت توی ایردراپ و سعی کنید هر روز سر بزنید. یعنی اگه خدای نکرده 12 روز 13 روز سر بزنید و یادتون بره یک روز سر بزنید، دیگه فرصت نیست که 30 روز پای سر هم سر بزنید و وارد پلاتینیوم بشین. نهایتا تا 6 روز آینده افرادی که وارد این ایردراپ میشن میتونن به لیگ انتهایی برسن و جایزه خوبی رو دریافت کنن. موفق و پیروز باشید.